امروز میخوایم بریم سراغ سوتی که چه عرض کنم، جوک های سریال جمون. چون خدای نویسنده های کره یه چیز ساختن، سوتی ازش میباره ناموسن. فقط قبل از اینکه بریم سراغ ادامه این ویدیو، یه لایک اول کار به ما مهمون کنید، یعنی ما رو مهمون کنید که خیلی با ما انرژی میده. نکته اولی که میخوام بهتون بگم در مورد سلاح‌های آهنینه. میریم اونجا که قسمت اول سریال که اصلا شروع میشه گوینده میگه که 108 سال قبل از میلاد مسیح امپراتوری چوسان قدیر به دلیل نداشتن سلاح‌های خفن و همچنین یه سری از مشکلات داخلی منقرض میشه و فنا میره. خب تا به اینجا چی شد؟ امپراتوری هان خیلی سلاحش پیشرفته تر و خفن‌تر از سلاح‌های چوسان قدیمه، یعنی سلاح‌های فولادی داشتن. خب حالا یکیم بریم جلوتر، جایی که تسو برای اینکه از انتخاب ولیعهدی عقب نیفته میره یه سری آهنگر پیدا میکنه و بعدم میگه من اینا رو از مردمان چوسان قدیم آوردم و اینا میتونن سلاح‌های فولادی بسازن. حالا سوالی که پیش میاد اینه که مگه نگفتن چوسان چون سلاحاش ضعیف بود نابود شد؟ پس این آهنگرا چجوری بلدن سلاح فولادی بسازن؟ اگه بلد بودن چرا اون موقع نساختن؟ اینجا هم داشته باشیم. میریم جلوتر. حتی وقتی هم که جمون میخواد زره فولادی بسازه اینجا هم این سوال پیش میاد. چرا؟ چون اون زره‌ای که خیلی سبکه وقتی اونو پیدا میکنه و بعد فرشته بهش میگه که این زره برای امپراتوری چوسان قدیمه و اونا با این فرمول و این زره یه گردان و قدرتمند داشتن و تو هم میتونی اینو داشته باشی و همه رازاش هم توی اون کتاب هست. خب یه سوال، اگه اونا میتونستن همچین چیزای خفنی بسازن پس چجوری اول سریال گفتن به خاطر ضعف سلاحشون شکست خوردن؟ حالا اینم به کنار، میریم جلوتر. توی قسمت 71 میبینیم که وقتی ارتش زوانتو که البته زانتو هم نبوده ولی توی تلویزیون نمیدونم چرا میگن زوانتو، اصلا هیونتو بوده. خب حتی توی قسمت‌های اولیه سریال هم بهش میگن هیونتو، اما نمیدونم چی میشه که از یه جایی به بعد بهش میگن زوانتو. این هم یکی دیگه از علامت سوالاییه که باید از دوبلورها پرسید. حالا میریم سراغ این که جمون میره به جنگ فرماندهی هیونتو یا زوان. اونجا ارتش هم با جمون روبرو میشه و میخواد که سربازاشو بکشه. میبینن که زره‌هاشون فولادیه و نمیتونن بکشنشون. تا اینجا دیدیم که نمیتونن اونایی که زره فولادی دارن رو بکشن. حتی جلوتر هم میبینیم که افسر موپالمو زره‌ای ساخته که بعد با نیزه بهش ضربه میزنه و میبینی که سوراخ نمیشه. پس اونها رو میده که سربازاشون بپوشن. سوالی که اینجا ذهن من رو درگیر کرده اینه که آقا جمون مگه زره نمیپوشید؟ یعنی جمون مگه زره فولادی نداشت؟ پس چطوری توی جنگ تیر میخوره؟ این جالب نیست. حتی وقتی میریم جلوتر چجوری وقتی اینا زره فولادی دارن فرماندهشون، یعنی اسمش هم اسم جالبی بوده، حالا اسم فرماندهشو شما بهم بگید یادم نمیاد الان، چطوری اون فرمانده قسمت آخر میمیره؟ اینم جز علامت سوال‌های جالب سریال جمونگه که آقا وقتی فرمانده تو زره فولادی داره و حتی نیزه بهش نفوذ نمیکنه چطوری با تیر تو رو میکشن؟ و اینا یک بخش کوچیک از سوتی سریال جمون بود. بچه نخواستم تایم این ویدیو طولانی باشه. اگه دوست داشتین این ویدیو رو لایک کنید. لایک های ویدیو 50 تا بشه پارت 2 اینو میسازم که خیلی خفن تره. مرسی که تا اینجا ویدیو همراه ما بودید و از ما حمایت کردید.